رهبر اداره مسلمانان روسیه مفتی رفیل غینودین روز 25 اکتبر سال 2023 در ملاقات پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین با رهبران دین‌های سنتی مسئله افزایش ریت‌های مقامات قدرتی در مسجدها در روزهای نماز جمعه را برداشت و گفت که این ریت‌ها برای مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و مهاجرت بی نظارت به اثر بوده رنگ و آهنگ مبارزه با مسلمانان را گرفتند. متن پاره سخنرانی مفتی را در ملاقات با پوتین سامانه رسمی اداره مسلمانان روسیه نشر کرد. واکنش پوتین به سخنرانی رفیل غینودین نشر نشده است. وقت‌های آخر از روسیه گزارش‌های فراوانی درباره روزهای جمعه بعد ادای نماز راست از مسجدها داشتن و گویا برای تفتیش حجت‌ها به شعبه پلیس و یا راست به کمیسریات حربی بردن نمازگزاران به دست می‌رسد. در ویدیوهای نشر شده همچنین دیده می‌شود که کارمندان عمان در جریان این ریدها در مسجدها نسبت به مسلمانان ورزش‌ها و مقدسات دینی آنها تحقیرآمیز مناسبت می‌کنند. رفیل غینودین در سخنرانیش از جمله گفت وقت‌های آخر ریدهای مقامات حفظ حقوق هنگام نمازهای جمعه در مسجدها تفتیش سراسری نمازگزاران از مسجد راست به کمیسریات‌های حربی بردن دستگیر شدگان زیاد شده است. چون این عملها به نظر ما برای مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و مهاجرت بی نظارت به اثر بوده در جامعه سر و صدای زیاد برپا می‌کنند و به گوش کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای جهان اسلامی رسیده رنگ و آهنگ مبارزه با مسلمانان را میگیرند. مفتی روسیه افزود که به آنها خبر میرسد که حتی استخدامات به خدمت قراردادی در وزارت مدافعه را هم در مسجدها برآماندند. میخواستم که بنیاد مسجدها در سطح مقامات ولایت و منطقه ها همچون سیاست دولتی ارزیابی شود، گفت مفتی در سخنرانیش در حضور پوتین. روز 20 اکتبر سال 2023 بعد نماز جمعه نیروهای عمان دیگر باره در آخرین مسجد باقی مانده شهر کاتلنیکی در کنار مسکو رید گذرانده 10 نفر را دستگیر کردند، ولی این باره دستگیر شدگان را به کمیسریات حربی شهر لیوبرسی و از آنجا به یک نقطه سربازگیری در شهر بلشیخ برده از تشخیص طبی گذرانیدند و از آنها طلب کردند که قرارداد امضا کرده به جنگ ضد اوکراین روند وگرنه زندانی میشوند. با گذشت یک هفته از سرنوشت نمازگزارانی که در مسجد کاتلنیکی دستگیر شدند یگان خبری نیست. مقامات روسیه تا حال رسما این رید را شرح ندادند.